درود عزیزان، خیلی خوش آمدیم به کانال خودتان. من نشمینم. رمان هیوا رو نوشتم که شما رو با آیین ناشناخته یارسان آشنا کنم و در کنارش با معضلات کولبرهای عزیز. همیشه قبل از اینکه بریم سراغ پارت رمان، جلوی چشم خودتان و با همراهی انرژی خودتان پارت آماده میکنم، چون اینجوری شما متوجه میشی که چطور مراحل آماده سازیش انجام میشه. تو این فاصله یه خلاصه از رمان بهتون بگم که هیوا با مادرش تو یکی از روستاهای پاوه شهرستان کرمانشاه زندگی میکنه که با برگشتن قول بزرگتر هیوا اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ میده که حتی شما مخاطب ها هم شوکه میشین. برای اینکه با رمان بیشتر آشنا بشین حتما ویدیو معرفی رمان ببینین. اونجا چیزایی که لازم بوده رو توضیح دادم. یه خلاصه ایم از آیین یارسانم بهتان گفتم که بتانین راحت تر باهاش آشنا بشین. رمان رو دست‌نویس نوشتم و حتی صوتی هم اجراش میکنم به صورت نمایشنامه که ویژه نابیناها و ناشنوایان عزیز هم باشه. چون همیشه دغدغه‌شانو داشتم، همیشه دوست داشتم یه جوری رمان داستان ارائه بدم که ای عزیزانم ازش برخوردار بشن و خدا رو شکر به این ایده رسیدم. باز هم بهتان خوش آمد میگم. یا نور. پارت اول. هوا بهاری بود و غیر قابل پیش بینی. آفتاب چنان با قدرتش میتازاند، سوزشش پوست پشت گردنم را میدراند و تا لایه زیریش نفوذ میکرد. نیم ساعت بعدش انگار از خجالت کارش پشت ابری قایم میشد و تا ساعتها پیداش نمیشد. چقدر حرف میزد، خودش را هم شرمنده میکرد، ولی هیچ کدام تسکین نمیشد برام، مگر اینکه مادرش به شخص معذرت خواهیش را میگفت که این هم در این دنیا و زمانی که من وجود داشتم محال بود. آنقدر به خودش بد و بیراه گفت حوصله‌ام سر رفت. باز هم همان تکرار مکررات. میخواستم دراز بکشم تا از نور آفتاب در امان بمانم. چشمم به چند پشکل گوسفند افتاد. کنار هم جمع شده بودند. با نوک کفشم یکی یکی انداختمشان دورتر. یکیشان سمج بود و چسبید زیر کفشم. هرچه پام را میسابیدم روی خاک، بدتر نفوذ میکرد میان آج‌هاش. نشستم روی تخت سنگی، کفشم را در آوردم و با چوب باریکی افتادم به جانش. نوک چوب تیز بود، باعث شد از شیارهای سخت هم که نفوذ کرده بود خارج شود. زمین تمیز شد و با خیال آسوده دراز کشیدم.